حتما تا الان دیدین که مهیار توی قسمت جدید عشق ابدی درباره یاسمن خطاب به جاوید گفته که یاسمن تمیز نیست. این حرف در صورتی زده شده که یاسمن و مهیار رفاقت صمیمی نسبت به بقیه داشتند و حتی با هم لاگ می‌گذاشتند و خلاصه یاسمن حسابی از مهیار حمایت می‌کردش. اما انگار این حرف مهیار به مزاج یاسمن خوش نیومده، چرا که اون بلافاصله مهیار رو آنفالو کردش. یاسمن با استوری کردن بخشی از حرفای مهیار و جاوید خطاب به جفتشون گفتش شماها جفتتون بوی گند میدادید و دندوناتون به زردی موهای من بودش. بعد من تمیز نبودم. بزن بریم صحبت‌های یاسمن رو بشنویم و ببینیم. ویدیو رو لایک کن. ویدیوی قبلی من واقعا نمیخواستم بیام مثلا این صحبتی بکنم، چون یعنی در مورد آدم معلوم الحال واقعا لازم نیست که حتی بخوام وقتمو تلف کنم بیام جای استوری بذارم، ولی چون خیلی دایرکت داشتم که چرا جوابشو نمیدی، در همین حد بگم که این آقا که میگه تمیزی دختر برام مهمه و نمیدونم حالم به هم خورد و اینا، لطف کنه بیاد توضیح بده، قشنگ منظورشو بگه کجا تمیزی نبوده یا کجا حالش به هم خورده. من خودم خیلی دوست دارم بدونم به شخصه. لطفاً بیاد توضیح بده و بگه، چون بهش گفتم بیا و توضیح بده و این کارو نکرد و الان اینجا دارم اعلام میکنم بیا بگو. تا قبل از اینکه می‌خواستی ما رو سیغه کنی، اینو چسبیده بودی جدا نمی‌شدی. بعد از اینکه دکمتو زدم یهو حالت به هم خورد. استایل و قیافه خودت تو آینه دیدی؟ اون موهای چرب و چیریتو دیدی تو آینه؟ تیشرتت که زیر بغلش رد عرق مونده رو دیدی؟ تو حالت به هم خورد؟ من تمیز نبودم؟ تو خودت نمی اومدی اونجا اسمت رود کنن من نمیپرسیدی؟ اینا کنه نمیچسبیدی؟ بعد با لگد جدات میکردم. حالا مهیار که اصلا از رفتارش مشخصه یه پسر بچه است. این درسته 29 سالشه ولی اصلا رفتارهای فوق العاده بچگونه داره. برای همین نمیخوام زیاد بهش بپردازم واقعا. اما در مورد جاوید خودگوز پندار تو اومدی اونجا میگی که آخه من باید بدونم واسه چی بوده، کی باید حذف بشه، کی نباید حذف بشه. تو سردسته ای؟ تو باید تصمیم بگیری کی حذف بشه کی حذف نشه. بعد اونجا میگی از بچه‌ها فاصله بگیریم بریم اونور حرف بزنیم. مثلا انگار جای دوربین نیستی، مثلا نمیخوای بقیه بچه‌ها بشنون. وای چه خوبی عزیزم. ببین با این مغز فندقیت، این استراتژی و مغز فندقیت که فکر میکنی آره مثلا ما نمیخواستیم بگیم اسکل همه جا دوربینه، تو نمیدونی قراره میلیون ها نفر اینا رو ببینن؟ آخه پخمه پیپیتون مغزت بیاد. بعد همین جاوید پخمه که میگه نظافت واسه من مهمه، دندوناشو ماهی یه بار مسواک نمیزد، از این موهای من زرتر بود دندوناش، از 10 متریش نمیشد رد شه انقدر دهنش بو میداد. بعد نظافت واسه تو مهمه؟ مطمئنی یهو نرفتید بالا پلن نچیدید چی بگیم که مثلا مردم فکر کنن که نتونید اثبات بکنید که مردم بگن آره اینجوریه یاسمن. آخه شما چقدر پوچید، آخه شما چقدر بچه‌اید. البته واقعا از کسی که با سن 33 سال هنوز تو خونه ننه بابا زندگی میکنه انتظار بیشتری نمیشه داشت واقعا. یعنی فرض کن 33 سالت پاشی بیای برنامه عشقیابی عشق ابدی هنوزم خونه ننه بابات باشی، بعد بیای بگی که واسه من نظافت مهمه. آره خیلی. اول یاد بگیر مسواک بزنی، روزی یه بار حداقل همون بری، یکم از عطر رودکن استفاده بکنی، یکم بوی خوب بدی، بعد بری راجع به نظافت دختر مردم نظر بدی. پخمه. یاسمن توی چند تا استوری خطاب به شرکت کننده های برنامه گفتش که بعضیاتون میگین که اگه فکر سیمکشی کردیم به خاطر ضعفته، اما اینکه شما ذاتاً آدمای خوبی باشی دلیل نمیشه که تیمکشی نکرده باشین. من به زودی سراغ تک تکتون میام و حسابی باهاتون کار دارم. منو نمیتونین خر پرس کنین. بزن بریم صحبتاشو بشنویم. ویدیو رو لایک کن حتما. مسئله دیگه که باید راجع به صحبت می‌کردم مسئله بچهای داخل ویلا بود. من دیروز یک چیزی دیدم از یه شخصی که گفتش که اگه توی ذهنت فکر کردی که من تیم کشی کردم پس تو ضعیفی. این شاید صرفاً مستقیما به من نبوده باشه، ولی من میخوام راجع به این مسئله یه توضیح بدم. همونطوری گفتم همه آدمیم و بچه‌هایی که توی ویلا بودن هر کدوممون ضعفایی داشتیم، نقطه‌های قوتی داشتیم، خوبی داشتیم، بدی داشتیم، دعوا کردیم، خندیدیم، رقصیدیم، هزار تا کار کردیم، اوکی؟ و هیچ کدوممون آدم‌های بدی نبودیم. و اینی که الان دارم میگم به این معنی نیستش که بچه‌ها آدمای بدی بودن، نه. ولی اینکه آدم بدی نیستی به این معنی نیستش که تو با پلن نیومدی، تو با برنامه‌ریزی نیومدی، تو رو نبودی. این اصلا به این معنی نیست.
و من خیلی حرفا دارم برای گفتن، خیلی حرفا دارم، ولی منتظرم که قسمت‌های جدید بیاد و تک تک راجع به تمام اشخاص ویلا صحبت کنم، چه اونایی که باشون حال میکنم، چه اونایی که باشون حال نمیکنم. آدم‌هایی که واسه من رو بودن، من تکلیفم با اونا مشخصه، اونا هم تکلیفشون با من مشخصه. ولی کسایی که اومدن برای اینکه فالوور جمع بکنن، برای اینکه محبوب بشن، اکت هایی رفتن که فقط هیت نگیرن و همه دوستشون داشته باشن و خوششون بیاد، نه. من به شخصه نمیذارم اونایی که اونجا فیلم بازی کردن قصر در برن. و من مطمئنم شما توی ویلا برنده بودید، شما خوبه بودید، قدرت داشتید، ولی بیننده احمق نیست. بیننده اون چیزایی که خود من توی ویلا ندیدم و میبینه و من خودم توی این راه به بیننده کمک میکنم. امیدوارم تا همین الان که مشخص شده من چقدر آدم رو راست و روکی هستم و هیچ ترسی از هیچ کسی ندارم، در ادامه به این نتیجه بیشتر میرسه و من میام میگم و قضاوت رو میذارم پای مردم. خیلی از آدمای اونجا که دارن توی رود میخندن، از پشت دارن اینجوری خنجر میزنن، برات دستیسه میچینن که چجوری بندازنت از اونجا بیرون. قشنگ یه اتاقیه، یک قشنگ بازی مافیا. شبا که ما میخوابیم، مافیا از خواب پا میشه. مافیا چیکار میکنه؟ این بره با اون بیاد با این، اینو بدیم بیرون، اینو فلان بکنیم، اونو فلان بکنیم، اینو محبوب کنیم، اونو منفور کنیم. چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ هر کسی رو تا امروز خر کرده باشید، من یکی رو خر نکردید. الان روزای خوشتونه، لذت ببرید، استوری بگیرید، برقصید، غیر بدید، بگید، بخندید، ولی به موقعش میام سراغتون. یاسمن تو استوریای بعدیشم مردم رو مخاطب قرار میده و میگه با هر کسی بدین به پدر و مادرش فحش ندین. من اینو برای دشمن خودم هم نمیخوام. ما چند نفریم که داخل یه برنامه شرکت کردیم و قرار نیست به خاطر هر رفتارمون از شما توهین بشنویم. یه مسئله دیگه که میخوام راجع بهش صحبت بکنم و به نظر من خیلی مهمه، مسئله hate. Merhaba. Merhaba. Ben video çekiyorum da. Ben beklerim. Sorun yok. Evet. Mesele hate. Yok sorun yok, bir şey olmaz. مسئله hate. بچه‌ها این خیلی ناراحتم میکنه که مثلا وقتی میبینم از یک شخصیتی یا از یک رفتاری که مثلا خوشتون نمیاد، منظورم همه نیستا، منظورم یه سری است، به اون شخص فحش خار مادر میدید. این واقعا یعنی خیلی بده. یعنی واقعا ناراحتم میکنه. یعنی من حتی اینو واسه دشمنم هم نمیخوام، بدترین دشمنم هم اینو نمیخوام. با هر کسی هر مشکلی داشته باشم واقعا اصلا قابل قبول نیست. بچه‌ها جایی که ما رفتیم یک ویلا بود، یک شو، و ما رفتیم توی این برنامه حالا به دلایل مختلف و هر کدوم از بچه‌ها شخصیت‌های خاص خودش رو دارن، درسته؟ و قرار نیست ما از همه شخصیت‌ها خوشمون بیاد یا رفتارهای همه شخصیت‌ها رو بپسندیم. اینا که دارم میگم اصلا دفاع از شخص خاصی نیست. در کل میگم وقتی شخصیت کسی رو قبول نداریم، حال نمی‌کنیم یا اشتباه میدونیم، واقعا دلیل نداره به خانواده اون شخص بی‌احترامی کنیم، فحش بدیم، توهین کنیم. خانواده اون شخص چه گناهی کردن؟ واقعا چه گناهی کردن؟ بچه‌ها همه ما، همه کسایی که توی این برنامه شرکت کردیم آدمای معمولی هستیم. من خودم یه آدم کاملا معمولیم، یه دختر معمولیم، 25 سالمه، دارم زندگیمو میکنم، شخص خاصی نیستم، پولدار نیستم، تحصیلات آنچنانی ندارم، چه میدونم اونقدر خیلی خوشگل نیستم یا فوق العاده نیستم. در کل من پرفکت نیستم که رفتم توی این برنامه. من به شخص خودم یکی از شما هم. همینطور برای بچه‌های دیگه. پس وقتی ما توی این برنامه یه چیزی رو میبینیم، یک اشتباهی، یک شخصیتی، یک اکتی، حالا هر چی، به این معنی نیستش که اون آدم از فضا اومده یا اون آدم شیطانه یا اصلا دیگه مثلش نیست و پس لایق اینه که ما بریم بهش و هر چی که از دهنمون در میاد بگیم یا به مادرش فحش بدیم. این اصلا واسه من قابل قبول نیست به شخصه. من خودم اصلا به شخص راضی نیستم کسی حالا بگیم فنمه یا از شخصیت من خوشش میاد یا اصلا هر çi. به خاطر من yok ben işim yok. Ne kadar sürer? Yarım saat kişi misin? Biraz ileride olacak zaten, otoparka bırakacağım da. Tamam. İstiyorsanız arabayı bırakın. Anahtarı bırakın otoparka. Bir 10 dakikaya falan. Yani şu an video çekiyorum. Bizim bir tane, iki tane bir parça kaldı. Tamam. داشتم میگفتم. آره من اصلا به شخص راضی نیستم که کسی به خاطر من بره به مادر کسی دیگه توهین کنه یا فحش بده، چون واقعا من اینو از سمت خودم میدونم. یعنی احساس میکنم که این تقصیر منه که داره این اتفاق داره واسه یه آدم دیگه میفته. هیت بدید، اصلا فحشم بدید، ولی دیگه واقعا به خار مادر مردم واقعا نه دیگه.
در نتیجه بچه همه ما آدمیم، شما هم ممکن بود توی این برنامه باشید، شما هم به نوبه خودتون اشتباههای دیگه‌ای ممکن بود بکنید، یا ممکن بود نه یه شخصیت خیلی خوب داشته باشید که اشتباهاش کم باشه، نه اینکه نباشه، کم باشه. و فرض کنید که مثلا شما می توی یه شو و یه کاری انجام میدی و هزار آدم میان به تو حرفای غیر جالب میزنن. واقعا سخته، واقعا ناراحت کننده است. اینو هم دوباره میگم، من برای دفاع از شخص خاصی نمیگم، در کل میگم حتی اینو واسه بدترین دشمنم هم نمیخوام. یعنی یکم بعضی اوقات خودمون رو بذاریم جای اون شخص. نظر شما درباره این صحبت‌های یاسمن خطاب به مهیار و جاوید چیه؟ توی کامنت ها به ما بگید و بگید که حق با کدوم یکی از شرکت کننده های برنامه عشق ابدیه. تا ویدیوی دیگر به